سلام. بعد از برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت ایران که زلزله‌ای در فضای سیاسی جامعه‌مون ایجاد کرد، به نظر میرسه که پس لرزه‌هاش همچنان ادامه داره. به طور مثال در اولین جمعه بازار آخوندی بعد از برگزاری این گردهمایی همه امام جمعه ها قطار شدند تا با ترس و وحشت ایجاد شده در دل بسیجی‌ها با این قدرت نمایی مجاهدین مقابله کنند. از اونجایی که این نمایش جمعه همزمان شده بود با سالگرد عملیات فروغ جاویدان که بعد از 32 سال هنوز رعشه سرنگونی رو به یاد آخوندها میاره، این امام جمعه ها مأمور شدند که با یادآوری توانمندی‌های مجاهدین به نیروهای خودشون هشدار بدن که آی حواستون باشه مجاهدین همچنان در کمین براندازی هستند. این گروهک در عملیاتی که از سوی ما به نام عملیات مرصاد نامگذاری شد میخواستند در مدت کوتاهی به تهران برسند. این گروهک الان رویکرد جدیدی رو دنبال می کند. نقششون این هست که تهاجم علیه هر آنچه مربوط به قوت و قدرت نظام اسلامی است، هر آنچه که تکیهگاه نظام اسلامی است، اینها اون رو مورد هجوم قرار می دهند. آخوند جوکار امام جمعه قدس: امروز باید مرصاد رسانه‌ای برپا کنیم. آخوند علیزاده امام جمعه داورزن: مجاهدین حدود 20,000 نفر را کشتند که باید برای نسل جوان بازگو شود تا به تعبیر مقام معظم رهبری جای جلاد و شهید عوض نشود. همون روز چند هزار کیلومتر اون طرفتر توی یک جزیره کوچیک در کنار آفریقا به قول احمدی نژاد یه عده مرصاد رسانه‌ای رو کلید زدن تا یه وقت خاطر مقام معظم مکدر نشه و جای شهید و جلاد به زعم عظما عوض نشه. 4 تا 8 مرداد 32مین سالگرد عملیات مرصاد. تعداد زیادی از طرفداران این گروه در زندان‌ها اعدام شدن، اونچه که به کشتار 67 هم معروف شده. چه کمکی به موقعیت جمهوری اسلامی کرد این اقدامی که مجاهدین خلق حاضر شد بکنه و به خاک خودش حمله کنه؟ چون اینا ترسناکن، مقداری ترس ایجاد کردن. اینا همونن، ایدئولوژیشون، تفکرشون، نوع رفتارشون، خونریزیشون، عرض کنم که سوء استفاده از مردم به عنوان ابزار حکومتیشون عیناً همون الگوی جمهوری اسلامیه، با این فرق که اینا یک پسوند دموکراتیک هم دارن که اون دیگه کمی بیشتر هم ترسناکه. نه اشتباه نکنید، اینجا صدا و سیمای آخوندی نیست، شبکه افق نیست، برنامه 23 هم نیست. این مجری هم رنجبر یا علی رضوانی نیست، بلکه پوریا زراعتی در شبکه من و توست. شبکه‌ای که طی روز به مدح دیکتاتورهای سابق یعنی رضاخان و پسرش محمد رضا میپردازه، ولی وقتی به موضوع مجاهدین میرسه کپی پیست عین همون حرفای رژیم رو به تحویل میده. همون فرهنگ، همون ادبیات، کاملا جانبدارانه و یک بعدی، بدون نشون دادن حتی یک سند، همینطوری دروغ‌های شاخدار علیه مجاهدین رو سرهم میکنه. مردم به سازمان مجاهدین همونطور نگاه میکنن که به رژیم جمهوری اسلامی نگاه میکنن، یه کمی ترسناکتر. برای همین هستش که وقتی اینها مطرح میشن که مثلا فرض کنید که اگر رژیم بره اینا میان جاش، بلافاصله موضع رژیم قوی میشه. شما نگاه کنید در 30 سال گذشته ببینید هر دفعه که این موضوع مطرح شده که ممکن است که مجاهدین جایگزین رژیم اسلامی بشن، بلافاصله مواضع رژیم جمهوری اسلامی تحکیم شده در داخل کشور. خب آقا جون چرا میپیچونی؟ یه دفعه بگو مجاهدین خیلی ترسناکتر و بدترن ولی رژیم برای تو خیلی آرام بخشتر و بهتره. یعنی آخونده و پاستورا رو 100 بار به مجاهدین ترجیح میدی. ببین از این بهتر نمیشد خواسته ولی فقیه رو بیان کرد که مجاهدین یا باید نابود بشن یا منحل بشن تا این رژیم بتونه یه نفس راحتی بکشه. اما همین مجری وقتی میخواد درباره جنایتکاری مثل قاسم سلیمانی صحبت کنه، حتما یکی از مریدان قاسم ترکیده رو میاره توی استودیو. آقای سلیمانی برای کشورهای عربی، ملت‌های عربی و ملت‌های مثل سوریه و عراق و یمن و لبنان و حتی در ونزویلا به عنوان یک فرشته صلح معرفی می شود
نه فقط به عنوان یک جنرال و یک مرد نظامی، یک مبارزه برای صلح. من یه بار گفتم در همون شبکه محترم من و تو، گفتم ایشون مستحق جایزه نوبل برای صلح. آقای سلیمانی، عشق ما به ایران و عشق ما به آقای خامنه ای، رک و پوسکنده بهتون میگم، و به آقای سلیمانی، عشق ما پولی نیست. ما بهشون عشق میورزیم، جون میدادیم. بله. نجاح محمد علی، حاضرم آخه کسی نگو شما جونم پول میگیری از میدم جمهوری اگر قاسم سلیمانی مثلا یک ضرری براش متوجه میشه. ناگفته نمونه که این کارشناس ولایت مدار دم به دقیقه تو شبکه‌های آخوندی هم صداش میکنن و همین حرفا رو اونجا هم میزنه. وقتی که امریکا میاد همچنین غلط بزرگ انجام میدهد و ترور کند آقای قاسم سلیمانی، این به معنای اینکه اصلا روشنه، یعنی امریکا خودش طرفدار داعش و طرفدار تروریست و روی این قضیه ما باید خیلی فشار بیاریم و فوکس کنیم. و آقای نجا، شما که دلتون برای ما خیلی شاید تنگ نشده بود، یه مدت این برنامه نبود. مشتاق دیدارت. به نظر میاد که این مجری خیلی با ادبیات صدا و سیمای آخوندی هم همزاد پنداری میکنه و دوست داره همون فرهنگ رو هم به کار ببره. اوضاع هم همون طوری هست که کم و بیش جمهوری اسلامی میخواست. هم بشار اسد تقریبا موندنی هست و هم گروه تروریستی داعش کلا از بین رفته. چرا ما باید همچنان در سوریه بمونیم؟ بله ما؟ ببخشید با کی ما شدی شما؟ چون مردم ایران که الان تو سوریه نیستن. پس منظور سپاه پاسداران و نیروی قدسه که هر روز داره جسدهاشون از سوریه میاد؟ آها، پس با اونا ما شدی، یعنی سپاه قدس. اوکی. یه وقت فکر نکنید که این برنامه و مجریش مال یک شبکه اپوزیسیون یا مخالف حکومت آخوندیه. اصلاً چنین ادعایی نداره، بلکه برعکس سر بزنگاهی مثل انتخابات قشنگ میشه بوق تبلیغاتی آخوند روحانی و میزنه تو سر براندازا. من فقط جواب یک نظرسنجی رو قبلش اعلام بکنم که پایه سوال من از دکتر براتی هست. سوال کردیم که با دیدن مناظره آخر رأی شما کدام نامزد خواهد بود. نتایجش رو اگر ببینید، آقای میرسلیم رو ما گرد کردیم به 1% رسید، آقای قالیباف 3%، حسن روحانی 66%، هاشمی تبا 2%، ابراهیم رئیسی 1%، اسحاق جهانگیری 8% و 19%، یعنی تقریبا 1/5 کسایی هم که در نظرسنجی ما شرکت کردن گفتن که اصلا قصد رأی دادن در انتخابات 12 ریاست جمهوری رو ندارن. بسیار نتایج جالب توجهی هست. میشه بگی از کی سوال و نظرسنجی کردی؟ لابد میگه از مردم ایران. آها، فهمیدیم. 66% مردم ایران آخوند روحانی رو میخواستن، 19% هم گفتن رأی نمیدیم. این آقا هم به راحتی میتونسته توی جامعه نظرسنجی کنه و آمار در بیاره. پس چه فضای باز و واقعا آزادی! در این صورت معلومه که امثال این مجاهدین خیلی اسباب دردسر نظام و عاشقان ولایت و بسیجی های تبلیغاتی رژیم هستن. خب از یه همچین کسی دیگه نباید تعجب کرد. وقتی میخواد درباره سپاه صحبت کنه، اون کارشناس ولایت مدار و به قول خودش عاشق قاسم سلیمانی رو میاره. وقتی هم که میخواد به مجاهدین بپردازه، یک نمونه ولایت پسندی مثل علی سجادی رو میاره. امشب از روزنامه‌نگاری دعوت کردم همراه من باشه که مطالعات گسترده‌ای درباره مجاهدین خلق داشته. علی سجادی، خوش آمدی. از کمپین اگه راه انداختن کمپین که مثلا نه به اعدام، این هیچ وقت در سابقه مجاهدین وجود نداشته که با اعدام مخالفت کنن. اونا خودشون مردم رو اعدام میکردن. اصلا تعجب نکنید که این یارو اینقدر هیستریک علیه مجاهدین یقه درانی میکنه، چون همونطوری که گفت واقعا مطالعات گسترده‌ای داشته. تقریبا با همه مزدوران ریز و درشت اطلاعات نشست و برخاست داشته. تو ارگان‌های مختلف اطلاعات هم در مورد مجاهدین کاملا توجیه شده. نه امروز، از گذشته‌های خیلی دور، دهه 70 80. حتما خیلی از هموطنانمون توی آمریکا از سوابقش خبر دارن. توی برنامه‌های سیمای آزادی هم قبلا همین موجود افشا شده. من در سالهای دهه 1170 مسئولیت‌های مختلفی در خارج کشور در رابطه با هواداران مقاومت، به خصوص سازمان مجاهدین، در اروپا و آمریکا داشتم و از طریق هواداران گزارش‌های متعددی از این فرد معلوم‌ال‌ها را دریافت کردم. وزارت اطلاعات برای
انجام جاسوسی‌های خودش در خارج کشور دست به تشکیل انجمن‌های به اصطلاح فرهنگی زده بود که این علی سجادی رابطه فعالی با این انجمن‌های به اصطلاح فرهنگی داشت که در این انجمن‌ها در دورانی که فعالیت‌های هواداران مقاومت در پشتیبانی از رئیس جمهور برگزیده مقاومت و تظاهرات‌های مختلفی در کشورهای مختلف انجام می‌شد، این فرد سعی می‌کرد با تماس با مزدوران وزارت اطلاعات اینا رو جمع‌آوری کنه و تشکلی رو تشکیل بده برای پیشبرد مقاصدی که گفتم و تبلیغ میکرد که در رژیم آزادی و دموکراسی برقراره و هموطنان رو به برگشت به ایران ترغیب میکرد. البته سجادی بعدها سر از رادیو فردا در آورد، ولی اونجا هم در سال 84-85 با به کارگیری مزدوران اطلاعات آخوندی برای نگه داشتن مجاهدین در لیست تروریستی تلاش میکرد. مثلا در آبان 84 سجادی یک برنامه مفصل از جلسه چند نفر از مزدوران اطلاعات در واشنگتن پخش کرد و این پیام رو داد که مجاهدین برای امنیت و صلح جهانی خطر دارند. آره دیگه، تو منطقی که به سلیمانی قرار جایزه صلح نوبل بدن، پس حتما مجاهدین هم برای صلح جهانی خطر دارن. ادامه میدیم. به غیر از این، سجادی در همون زمان یک مصاحبه داشته با مزدور پیشانی سیاهی مثل کریم حقی که در اونجا هم درخواستش از آمریکا اینه که مجاهدین در لیست تروریستی باقی بمونن. این خونه‌های به ناحق ریخته شده را در واقع ازشون دفاع بکنیم و حقشون رو بگیریم. کریم حقی یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق بود در گفتگو با علی سجادی. علاوه بر اینها، علی سجادی در روز 21 اسفند 84 هم یک مصاحبه داشته با یک نفوذی اعزامی وزارت اطلاعات به اشرف به نام محسن عباسلو که در همون ورودی مجاهدین مأموریتش لو رفت و اخراج شد. اما علی سجادی اون رو به عنوان عضو سابق مجاهدین که الان در فرانسه هست روی خط میاره تا علیه مجاهدین یه مش پرت و پلا تحویل بده. اخبار رادیو فردا. محسن عباسلو در گفتگوی با علی سجادی از رادیو فردا ضمن شرح روابطش با سازمان مجاهدین خلق میگوید اعضای باقی مانده در اردوگاه‌های مجاهدین در عراق امیدی به آینده ندارند. علی سجادی: فرمودید که اینها توی اردوگاه ازشون بیگاری میکشن. اینا از صبح زود که دوستان من بیدار میشن به کارهای مختلفی مثل الان تو قرارگاه رو انداختن کشاورزی، ساختمانسازی، جاده سازی، کارهای آشپزخونه، کارهای چنان نظافتی بهداشتی. آقای عباسلو گفت اگر روزنه ای به جهان خارج باز شود همه اردوگاه مجاهدین در عراق را ترک میکنند و حد اکثر 100 نفری باقی خواهند ماند. 100 نفر ها؟ یادمون نرفته که در عراق مشاور امنیتی مالکی که جاسوسی به اسم موفق الربیعی بود در یک کره هماهنگ با مشاوران امنیتی مقام ولایت میگفت همه چیز در اشرف و مجاهدین زیر سر 50 نفره که اگر از دست اونها خلاص بشیم کسی باقی نمیمونه. جای شکرش باقیه که سجادی تخفیف داده 50 نفر رو کرده 100 نفر. حالا یک نگاهی به این چند نفر باقی مونده در اشرف 3 بندازیم. خلاصه علی سجادی در نقش خبرنگار رادیو فردا در سال 85 هم باز با تهیه گزارشاتی در مورد قتل‌های مشکوک در مجاهدین و با به کارگیری مزدوران پیشانی سیاه اطلاعات آخوندی خدماتش به رژیم رو ادامه داد. از جمله نسبت دادن شهادت مجاهد قهرمان علی زرکش در عملیات فروغ جاویدان به خود مجاهدین. بعد از اون علی سجادی از صدای آمریکا سر در میاره، ولی اونجا هم به گفته کارمندان این شبکه بیشتر صدای رژیم رو منعکس میکرده، طوری که حتی در یک گفتگو این رو به عنوان سوال روی میزش میذارن. آره یا نه؟ مأمور جمهوری اسلامی هستی یا نیستی؟
شما چی فکر میکنید؟ سوال من با سوال جواب نداد. آیا سوال جواب نداد؟ شما یه حرفی میزنید مدرکت کجاست؟ دلیلت؟ شما آیا مأمور جمهوری اسلامی در صدای آمریکا هستید یا نیستید؟ نه، من مأمور دولت آمریکا در صدای آمریکا هستم. یعنی مأمور جمهوری اسلامی نیستید در صدای آمریکا؟ نیستم. یعنی که همون گزارشی که در نیوز مکس چاپ شده نوشته که علی سجادی از سوی بسیاری از گویندگان فارسی زبان و مهمانان صدای آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته که در مقابل رژیم ایران بسیار نرم بوده است. شما نرم هستین؟ خب وقت مثلا گفتن که کدوم مهمونا یا کدوم انکرا این انتقاد رو به من کردن؟ نه، یه گفتن شما به طور کلی نرم. یعنی همینطوری کتره‌ای. اونو نمیدونم کتره یا غیر کتره‌ایش، ولی گفتن شما به طور کلی نرم هستین در مقابل رژیم جمهوری اسلامی. شما نرم هستید یا نیستید؟ شما آیا در زمانی که دارید کار میکنید در طول روز به علت سابقه‌ای که من میدونم شما دارید در پدرتون معمم بودند، آیا شما سمپاتی دارید نسبت به رژیم جمهوری اسلامی یا نه؟ اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ حالا شما در مقابل رژیم ایران آیا نرمش به خرج میدید یا نه در طول روز که کار میکنید به عنوان سردبیر صدای آمریکا، سردبیر ارشد؟ نه. هیچ وقت در این بخش از برنامه در گفتگو من نظرات شخصی خودم را مطرح نخواهم کرد و این سوالهایی که دارم میکنم سوالهایی که دیگران این ور اون ور پرسیدند یا مطالبی است که عنوان کردند و ما برای اینکه شفافیت بیشتری باشه این سوالها رو میکنیم از هر مهمانی که بیاد اینجا. البته به نظر میرسه که اونجا هم زیاد دووم نیاورده و از صدای آمریکا هم عذرش رو خواستن، یعنی که آش خیلی شور بوده. حالا این آقا رو با این سوابق مشعشع آوردن توی این برنامه تا با اون مجری معلوم الحال تاریخچه مجاهدین رو بررسی کنند. با بخش انتهایی و موضوعی که به یک مناسبت، به دلیل یک مناسبت دارم پوششش میدم، 4 تا 8 مرداد 32مین سالگرد عملیات مرصاد حمله. چی؟ عملیات مرصاد؟ یعنی ملاحظه میکنید که وقتی به مجاهدین میرسه پرده کنار میره و دیگه ادبیاتش خلص آخوندی میشه. این گروهک در عملیاتی که از سوی ما به نام عملیات مرصاد نامگذاری شد میخواستن در مدت کوتاهی به تهران برسند. پس داره از زاویه آخوندها به این عملیات نگاه میکنه. حالا ببینید که از این زاویه باقی ماجرا رو چطور روایت میکنه. سازمان مجاهدین خلق در اقدامی که بسیاری اون رو ضربه آخر به خود توصیف میکنن. ضربه آخر؟ ببینیم 32 سال بعد از اون ضربه آخر به خودشون چی ازشون باقی مونده که وقتی یک صحنه‌شو یک تلویزیون دیگه نشون میده اینا مثل تخم بوداده توی ماهیتابه جلز ولز میکنن. بله، تأثیرات ضربه آخر رو دیدیم. حالا یک نمونه هم بشنویم از حرفهای سرکردگان سپاه رژیم در مورد همون عملیات تا معنی کاسه داغ‌تر از آش که همین آقا باشه مثل روز روشن بشه. اومدم کرمانشاه، حتی تو سپاه کرمانشاه من نموندم. گفتن که آقای هاشمی اومدن، ایشون به عنوان به اصطلاح نماینده امام در جنگ و ایشون اونجا نشسته. احمدی مقدم بودن اونجا جانشین قرارگاه حمزه بود ایشون. یهودیم خبر آوردن گفتن آقا عراق از پاتاق داره میاد بالا. اول گفتیم فکر کنم شوخیه، واقعا عراق از پاتاق بیاد بالا. 10 دقیقه به 6 بود یا 6 دقیقه. خب یهو از کرن بچه‌ها خبر دادن که آقا منافقینن. عجب. از کرن خبر دادن که کی ساعت تقریبا 6 دقیقه یا حالا ما بگیم 6 دقیقه. خبر دادن که اینا منافقینن. دیگه اونجا دیگه بالاخره با علم و کتل و آرمی که داشتن و فلان حرفا و اینا و خب چه سری خانم بودن هم آقا بودن، تونه هجومی اومدن همه جا رو گرفتن دیگه. اومدن توی منطقه نیروهایی که توی خط بودن همه مثلا متلاشی شدن. از پادگان اشرف اومدن
خانقین، از خانقین محور قصر شیرین. او یه محور شناخته شده نظامی در طول تاریخه. ولی برنامه‌ریزی داشتن. برنامه‌ریزیشون این بود که میگفتن ظرف 48 ساعت ما باید خودمون رو برسونیم به تهران. خود سرعت، میدونید که سرعت عمل از نظر نظامی یک امر پذیرفته شده، یکی از عوامل غافلگیری دشمنه. اون بحثی هم که از مهران تا تهران کردن، آقای رجبی سخنرانی مفصلی داره که میاد میگه که آقا جان ما از عملیات گردان دسته شروع کردیم، گروهان شروع کردیم، گردان شروع کردیم، تیپی شروع کردیم، همه رو یکی مثال میزنه که ما رفتیم و گرفتیم و الان دیگه بحث تهران تا مهرانه، از مهران تا تهرانه. اومدن یه برنامه‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی هم بد نبود، دقیق بود. یعنی اون تو زمانبندی تا اسلام آباد و طبق زمانبندیشون اومد. همون موقع امام خدا رحمتش کنه ایشون فراخوان دادن که آقا جان من برید کمک کنید تو جبهه، الان اوضاع به هم ریخته که منافقین مثلا اومدن. بی سابقه ترین اعزام نیروی ما و هجوم به جبهه ما تو تاریخ بود. گفتن که اسلام آباد رو مثلا ساعت تا 8 شب مثلا بگیرن، که تا 8 شب گرفتن اسلام آباد رو، ساعت 12 شب بیان کرمانشاه و در کرمانشاه اعلام حکومت دموکراتیک جمهوری دموکراتیک خلقشون اون موقع اعلام بکنن تو کرمانشاه. خیلی خوب کار کردن، منافقین خوب می‌جنگیدن. فکر نکنیم که ما مثلا فرض کنید زدیم لطوپار کردیم فلان کردیم، اونا آدمای ضعیفی بودن، خیلی خوب می‌جنگیدن. حالا ببینیم زراعتی چجوری روایت میکنه داستان رو. بسیاری از مردم غیر نظامی در مسیر حرکت این سازمان، نیروهای این سازمان به سمت کرمانشاه کشته شدند، از جمله تراژدی که در بیمارستان اسلام آباد غرب رخ داد. به نظر میاد با این استعداد مهمل بافی داره توانمندی خودش رو برای نوشتن فیلمنامه ماجرای نیمروز 3 نشون میده. قابل توجه سینمای ولایت میتونن استفاده کنن از این استعداد. حالا بریم چند صحنه از این تراژدی ببینیم. توجه میدم شما رو که صحنه هایی که خواهیم دید ممکنه آزاردهنده باشه، به طور خاص برای بسیجی ها و عوامل رژیم. بله میبینیم صحنه های شلیک سلام به مردم از طرف مجاهدین. خسته نباشه. بله اینجا به صورت بیرحمانه‌ای دارن مجاهدین محبت میکنن و به مردم آب و غذا میدن. سارا چیکار کردی؟ نمیدونستین مجاهدین دارن میان؟ گفتیم شاید عراق باشن. رژیم چی میگو؟ رژیم ما به چشم ما نمیخورن، با یک فاتوره برای خودشان در میان و مردم منتظر با یک گیرشان خوب پاره بیان. اونا نمیگفتن عراقی هستن؟ اونا کس نمیدیم ببینیدشان، با یک فاتوره برای خودشان در میرن. اگه توپ یا خوباره میزنه در برای خودشان فوری در میرن. و این هم واکنش تند مردم به مجاهدین. اکبر خمینی! اکبر خمینی! درود بر مسعود! اکبر خمینی! اکبر خمینی! بریم آزاد شدیم، بریم. قسمت دیگه ای از این گفتگو به شستن دست جلادان قتل عام 67 اختصاص داره. سندی که وجود داره از اون دوره نامه خمینیه. نامه‌ای که خمینی نوشته، اگرچه تاریخ روی اون نامه وجود نداره، ولی از محتوای نامه نوشته است که چون اشاره میکنه به عملیات کلاسیک
جنگی مجاهدین در جنوب و غرب کشور ما میتونیم بفهمیم که این نامه بعد از حمله مجاهدین نوشته شده. از قضا از این نامه به روشنی میشه فهمید که اتفاقا قبل از عملیات فروغ جاویدان نوشته شده، چون میگه عملیات مجاهدین در شمال و غرب و جنوب، پس مربوط به عملیات قبلی مجاهدینه، چون همه میدونن که عملیات فروغ جاویدان فقط در جبهه غرب به سمت کرمانشاه بوده. بنابراین نامه‌ای که اشاره میکنه به عملیات مجاهدین در شمال و غرب و جنوب قبل از فروغ جاویدان نوشته شده. حالا بازم استدلال طرف رو به نفع خمینی گوش کنیم. در اونجاست که میگه هر کسی رو که در زندان‌ها سر موضعش هست رو اعدام بکنیم، ولی کاری که مجاهدین کردن بهانه‌ای برای این کار شد و بعد 2 مرتبه بهانه‌ای شد برای اینکه خشونت در داخل کشور افزایش پیدا کنه. به بعضیا باید گفت به جای دستت باید ذات کثیفت رو با الکل بشوری. یعنی بهتر از این نمیشد رئیسی رو در برد. ببین آخه تصمیم برای قتل عام قبل از عملیات فروغ گرفته شده بود. همین هفته پیش وزارت خارجه آمریکا هم تایید کرد که هیئت‌های مرگ کارشون رو از فردای آتش بس شروع کردند. July 19th marks the anniversary of the start of Iran's so-called death commissions. اگر خمینی این فتوا رو بعد از عملیات فروغ نوشته بود، پس چرا توش هیچ اسمی از اون مرصادش نبرده؟ بعدش هم میگه مجاهدین بهانه این کار شدن. یعنی رئیسی که دست خودش نیست، یه جونوریه که هر کی زیر دستش برسه میکشه بالا، همینطور میکشه بالا. یعنی اون که هیچ، ولی مجاهدین بودن که بهونه بهش دادن. یعنی توی این منطق هر کس که به دست این رژیم کشته میشه خودش بهونه داده دست رژیم. ستاره بهشتی خودش بهونه داد رفت وبلاگ نوشت، ندا آقا سلطان خودش بهونه داد رفت توی اعتراضات، 1500 شهید قیام آبان هم خودشون بهونه دادن رفتن توی خیابون که پاسدار بسیجا بهشون شلیک کنند. اگر با این منطق میخواستیم حرکت کنیم هنوز تو عصر بردهداری مونده بودیم. یعنی نتیجهش این شد که هزاران جوان بیگناه رو از زندان در آوردن و اعدام کردن و مردم هم چیزی نگفتن، به خاطر اینکه به هر حال کشورشون مورد یک تجاوز دوگانه‌ای واقع شده بود. بابا تمام ملت دارن هشتگ میزنن اعدام نکنید، لغو فوری اعدام، بعد این طرف داره اعدام‌های 67 رو ماله کشی میکنه. اگر این اعدام‌ها از نظر خود رژیم حتی اینقدر مشروع بود، پس چرا با این هم مخفی کاری اون رو پیش بردن؟ چرا بعد از 30 سال هنوز دارن تلاش میکنن گورهای جمعیش رو هم از بین ببرن؟ چرا تا الان هیچ آماری ندادن؟ چرا اسامی رو اعلام نمیکنن؟ بابا منتظری که اون زمان جانشین خمینی بود به این اعدام‌ها اعتراض کرد، عزل شد، بعد تو بعد از 3 دهه اومدی اون رو مشروع کنی؟ مگه اینکه بگی توی این کمپین اسنویسی کردی. اون سالها که در پاریس بودن و بعد رفتن به عراق نگاه بکنید، افتخار میکنن که مثلا سازمان مجاهدین موفق شده، اگه اشتباه نکنم 12,000 نفر این عددی بود که میدادن، 12,000 نفر بقال و عطار و چقال رو در تهران به قول خودشون ترور انقلابی بکنن یا به مجازات برسونن، بدون اینکه دادگاهی وجود داشته باشه، بدون اینکه محکمه‌ای وجود داشته باشه، بدون. اولا بقال و چقال نبوده، بلکه لاجوردی و صیاد شیرازی و کچویی و آخوند صدوقی و آخوند هاشمی نژاد بوده. یعنی قاتلانی از این دست که الان بغل دست امامشون همه غرفای جهنم رو پر کردن. دوما اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خونده باشی، میگه بشر حق داره برای به دست آوردن حقوق پایه‌ایش و آزادیش وقتی همه راه‌های قانونی بهش بسته شده باشه قیام کنه. به این میگن مبارزه، یعنی پدیده‌ای که تو ازش هیچ درکی نداری. دادگاه و محکمه تو این نظام یعنی قاضی صلواتی، یعنی سعید مرتضوی، اینا که خودشون قاتلن. اینا همونایی هستن که ملت علیهشون قیام کردن. دموکراسی با زور و اسلحه و تفنگ و فشار تأمین نمیشه. همه عملیاتی که اینها میکردن فقط در واقع اضافه کردن خشونت بود، ترویج خشونت بود، تثبیت خشونت بود و با خشونت در جامعه هیچ وقت دموکراسی، تسامح، آزادی اینها فراهم نمیشه. در کجای دنیا نظام مسلح یا گروه مخالف مسلح تونسته یک نوع دموکراسی، یک نوع تساهل، یک نوع رواداری به نسبت به هموطنانش عرض کنم که ایجاد بکنه؟ در کجای دنیا؟ بیا همون آمریکایی که تو توش نشستی چطوری استقلال پیدا کرد؟ جورج واشنگتن
که مجسمه‌اش رو روی کوه ساختن با اپل پای رفت سراغ انگلیسی‌ها که استقلال آمریکا رو به دست بیاره یا باهاشون جنگید؟ فیلم پاتریوت رو برو دانلود کن، تماشا کن، مل گیبسون خوبه. بعد نظرت درباره انقلاب فرانسه چیه؟ ببین هنوز دارن 14 ژوئیه رو توی دموکراسی فرانسه جشن میگیرن ها. راستی پارتیزان های ایتالیا با موسولینی چی کار کردن که بعد به دموکراسی رسیدن؟ وانگهی امام خمینی شما که با اسلحه به قدرت نرسید، اون که اهل همه با هم بود، پس چرا در خشونت براتون رکورد زد؟ البته بهتره بحث‌های نظری اینطوری با این قبیل افراد انجام نشه، چون اصلا به کلاسشون نمیخوره. ساندویچشو بدین صرف کنه بره پی کارش. آقای سجادی، طرفداران این سازمان مخالفت با خودشون رو همراهی با رژیم جمهوری اسلامی تلقی میکنن. یعنی هر کی که باشون مخالفه میگن شما آدم رژیم هستید به نوعی. آره یا نه؟ مأمور جمهوری اسلامی هستی یا نیستی؟ شما چی فکر میکنید؟ سوال من با سوال جواب نداد. آیا سوال جواب نداد. شما آیا مأمور جمهوری اسلامی در صدای آمریکا هستید یا نیستید؟ نه، من مأمور دولت آمریکا در صدای آمریکا هستم. اصلا ما هیچ نمیگیم، تو خودت بگو. کسی که مثل رژیم فکر میکنه درباره مجاهدین، مثل رژیم حرف میزنه درباره مجاهدین، از همون ادبیات رژیم استفاده میکنه درباره مجاهدین، این آدم توی کدوم جبهه هست؟ ببین این حرف سخنگوی وزارت خارجه رژیمه. به هر حال منافقین اگرچه الان پیر و فرتوت هستن و تبدیل شدن به دایناسورهای تروریست و کاری از پیش نمیبرن، اون موقع هم با اینکه ساز و برگ داشتن هم نتونستن کاری رو از پیش ببرن. اینم حرف مهمان برنامته. اصلا سازمان مجاهدین خلق در حال حاضر ما بهشون به عنوان یه پدیده تاریخی نگاه میکنیم. در حال حاضر هیچی نیستن. شما نگاه کنید به این عکس هایی که از تیرانا از آلبانی خودشون منتشر کردن یا دیگران منتشر کردن، چند هزار مردم بیچاره پیرمرد و پیرزنی که از من مریض‌تر اونجا هستن. اینا چی هستن که فرض کنید که بتونن تاثیرگذار باشن؟ فارسی که بلدی؟ خود میبینی انگار نوار کاست رژیم رو توی مغزش کار گذاشته باشن. تازه اون ریش نداره، مال تو داره. وقتی داره همون نوار رو پخش میکنه دیگه اینکه آدم کیه فرقی میکنه؟ بگذاریم که وقتی کار به خود مقام عظما میکشه، حرفش در میدان مسائل امنیتی یک چیز دیگه است. در میدان مسائل امنیتی همین قبل از این قضایا، چند روز قبل از قضایای آبان ماه، این قضایای مربوط به بنزین و این حرفا، در یک کشور اروپایی، یک کشور کوچک اما شریر، واقعا خبیث، در اروپا، یه عنصر آمریکایی با یه تعداد ایرانی مزدور وطن فروش جمع شدن دور هم علیه جمهوری اسلامی، بنا کردن برنامه ریزی کردن و نقشه درست کردن. و در آخر فقط یک سوال: آیا واقعا همینطور یهویی به مناسبت فروغ یاد مجاهدین افتادی یا عشق به ولایت و سلطنت کار دستت داده؟ واسه ببینم کجا داری میری؟ حرفای من تموم نشده که. در آخر چیزی که میخواستم بگم اینه که اولا اینا اصلا وجود خارجی ندارن. همین چند هزار نفری که تو آلمانی هستن و چند ده هزار نفری که تو کشورهای دیگن و همین چند میلیونی که تو ایرانن که هیچ تأثیری ندارن. اما همینا بودن که از مردهای غربی اومدن زدن و کشتن و به کشتن دادن و اصلا نیستن. بعد همینا هستن که در دموکراسی ولایت اختناق ایجاد کردن که اصلا الان خبری ازشون نیست.
همونطور که مقام عظما فرمودن، همینا بودن که با استکبار جهانی نقشه اغتشاشات بنزین رو کشیدن که اصلا هیچ تأثیری نداشت، فقط گیربکس مقام عظما رو آورد پایین، بعد دیگه اصلا الانم که وضعش اینجوری شده. اصلا اینا باعث شدن که گشت ارشاد را بیفته، اصلا همینا باعث شدن مسئولین پاکدست نظام بزنن تو کار اختلاس و دزدی و رانت و حقوقای نجومی و این چیزا. الانم درسته که نیستن، ولی دارن مملکت رو میفروشن به چین و روسیه و بعد کوه میخورن، جنگل میخورن، دریا میخورن که اصلا هیچ تأثیری ندارن. اینا هیچ تأثیری. نرخ جنایات اینها انقدر بالا بوده که دلار هم از اینا یاد گرفته شده 25000 تومان. اصلا همینا بودن که مادر هاش زنبور عسل رو تو کمپشون گروگان گرفتن. اصلا همینان که پدر پسر شجاع رو از دیدار با پسر شجاع محروم کردن. اینا خیلی خطرناکه، من خیلی از اینا میترسم. تو همین بینوایان کوزت و اینا از مادرش جدا کردن، منم میترسم اینا من از مادرم جدا کنن. همینا بودن که سیبو دادن دست حوا، بعد آدم رو از مرزهای غربی وارد زمین کردن. اصلا همینا بودن که من رو به این روز انداختن که به عنوان یه سرباز گمنام وزارت اطلاعات به مفلسی بیفتم. خدا نگهدارن. کجا داری میری؟ اصلا زیبای خفته رو کی از خواب بیدار کرد؟ سفید برفی رو کی از هفت کوتوله جدا کرد؟ کفش سیندرلا کجاست؟ بعد شما به من بگین مأمور وزارت اطلاعات هستم، این میلیون ها از کجا خط میگیرن؟ برادران آبمنگور رو تو فیلم قیصر کی کشت؟ صمد آقا رو کی در به در کرد؟ من بدبختم اینا ممکنه به منم سیب بدن. اینا از مرزهای غربی من ممکنه یهویی وارد بشن.